چرا ابو جهل و ابو لهب تا 40 سالگی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تخلصای خوب داده بودن، بعد از 40 سالگی تخلصای خراب برش دادن؟ چون تا 40 سالگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگفت که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله تفلحوا نگفت. اما روزی که گفت که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، کی خوب عربی را میفهمید؟ ابو لهب، ابو جهل، دیگه ای قریشی ها، یا که عربی را خوب میفهمیدن یا جمع شدن گفتن میفهمی که چی میگه؟ چی میگه؟ بسیار گپ خطرناک میزنه. ما خب میگیم که ما الله را عبادت میکنیم، بتام عبادت میکنیم، یا که دیدن که این قسم است گفتن والله ای خو کل 360 بت چی کرد؟ نه. چون در بین عرب ها یک تعداد مردم به جن ها عبادت میکردن، جن هم چلیپا شد. یک تعداد بر ملائکه عبادت میکردن و هم چلیپا شد. ملائکه هم معبود باطل است، جن هم معبود باطل است، معبود حق نیست. بغیر از الله هر کسی که عبادت شوه معبود باطل است. پیغمبر هم اگر عبادت شوه معبود باطل است، چلیپا. الله گفته نمیشه، مخلوق است. پس دیدن گفتن اوه ای محمد چی میگه؟ 360 بت چلیپا کشید در داخل مکه. 2 مجسمه هست، یکی مجسمه ابراهیم علیه السلام است، یکی اسماعیل علیه السلام. او را هم گفت که عبادت نشه. ما به ملائکه عبادت میکنیم، وام عبادت نشه. بعضی سنگ ها رو عبادت میکنن، وام نشه. بعضی چوب عبادت میکنن، وام نشه. بعضی قبرها رو عبادت میکنن، رکوع سجده، وام نشه. صاحب خیسن در مقابل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جنگ شروع کردن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا اندازه که از منطقیش کشیدن. چرا؟ چون اونا میفهمیدن که از این خاطر یک روز یک کس مرا گفت حالا استاد سر شما اینا فکرتان باشه، اگر رفتی در یک آنجای مردم مثلا نظر کردن، صاحب رفتن پیش قبری نظر شاهد شمشیر است، تو هم یک 2 قاشق قزمو حلوایش خوردی سیز نه، و اگر مثلا او رفت هر کار زشت را که کرد تو هم کاش خوردی، تو باز میگن آ خدا صاحب چی خوبه، چی استاد دایی است، بسیار روشن فکر است، بسیار روشن فکر است. اما اگر گفتی که اینمی ناروا است، حرام است، وقت چند تا تخلص برات میتن؟ تروریست هم هستی، اکستریمیست هم هستی، فاندامنتالیست هم هستی، وهابی هم هستی. و خفه به خاطر از این شو که چی است؟ مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از او بسیار خوب میگید، اما وقتی که تبلیغ تا شنید در مقابل چی میکنن؟ جبهه گیری میکنن. از این خاطر الله سبحانه و تعالی میگه که بر تمام پیغمبرها بر مسلمان چی میگه؟ ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، الله را عبادت کنین و از عبادت غیر الله بگذرین.